نصب ویره اسکچاپ. میخوایم با همدیگه ویره اسکچاپ رو نصب کنیم. برای دانلود ورژن 6 ویره که الان جدیدترین ورژن هست از سایت صاف 98 میتونید دانلودتون رو انجام بدید و همچنین طریقه نصب و فعالسازی رو هم داخل سایت صاف 98 براتون قرار داده. خب من اینجا نرم افزار رو دانلود کردم، بازش میکنم. خب اینجا یه فایل نصبی بر من قرار داده که خود نرم افزار اپلیکیشنش هسته، من رو باید نصب کنم. فایل کرکش رو هم برام قرار داده و همچنین یه فایل کمکی برای اینکه متوجه بشم چجوری باید این فایل رو نصب کنم. اول از همه از این مطمئن باشید که آنتی ویروس سیستمتون کاملا قطعه. خب ببینید وقتی که من این نوشته رو باز میکنم قشنگ بهم توضیح داده شده که شما باید اول اپلیکیشن رو نصب کنید و بعد برای کرکش این دوتا فایل رو توی این مسیرهای مختلف کپی کنید و قرار بدید. خب من میام برای انجام این کار راست کلیک میکنم روی فایل اپلیکیشن و گزینه رن ادمینستور رو میزنم. گزینه یس و صبر میکنم تا نصب نرم افزار انجام شه. خب گزینه آیاگرا رو میزنم، ورژن اسکچاپم رو انتخاب میکنم. ببینید الان من فقط ورژن اسکچاپ 2020 روی سیستمم هست. اگه 2021 2022 هم همزمان باشه اینجا گزینه‌هاش برای شما فعاله و هر کدوم که مد نظرتون باشه انتخاب میکنید و این سال رو میزنید. الان ویره داره برای من نصب میشه. خب ببینید نصب ویره برای من انجام شده. من این قسمت رو میبندم. الان میام نرم افزار اسکچاپ رو باز میکنم و باید پلاگین های ویره داخل اسکچاپ برای من بیاد بالا چون اپلیکیشنش رو من نصب کردم. خب ببینید اینجا پلاگین ویری برای من اومده بالا و روی سیستم من نصب شده، ولی من باید کرکش رو انجام بدم تا بتونم از گزینه‌های مختلفی که اینجا برای من قرار داده استفاده کنم. خب من اسکچاپ رو میبندم، داخل پوشه ویری میرم و این فایل کمکی رو من باز میکنم. ببینید اینجا بهم گفته این فایل رو که برای کرک هست کپی میکنید و توی این مسیر شما قرارش میدید. خب من میام اینجا این فایل اول رو کپی میکنم و توی مسیری که بهم گفته شده فایل رو قرار میدم. درایو سی یوزر. خب اینجا باید درایو سی رو انتخاب کنیم، بعد پروگرام فایل رو باید بزنیم دیگه. توی قسمت یوزر نباید بریم، پروگرام فایل. خب اینجا ویری رو باید انتخاب کنیم. ببینید ویری رو انتخاب میکنیم، بعد ویری فور اسکچاپ رو انتخاب میکنیم و این قسمت ویری گزینه بی. خب ببینیم تا اینجا درست اومدیم. بله. خب الان من باید فایلی رو که کپی کردم اینجا پیستش کنم. خب این فایل اینجا برای من قرار گرفته.
فایل دوم که برای کرک هست این رو باید دوباره کپی کنم و توی این مسیر من قرارش بدم. خب من میام این دومین فایلم رو هم انتخاب میکنم، کپیش میکنم توی این مسیر. ببینید مسیرش دقیقا مثل مسیری هسته که فایل قبلی رو ما کپی کردیم. تنها تفاوتش این هست که ما باید بیایم این یکی فایل رو داخل پوشه پلاگین ها قرار بدیم و گزینه پیست رو میزنم و این فایلم اینجا برای من کپی شد به همین راحتی. خب من این صفحاتی که باز کردم میبندم و دوباره اسکچاپم رو باز میکنم. خب من اسکچاپم رو باز کردم. الان میام پلاگین ویری قسمت اسید ادیتور رو انتخاب میکنم. ببینید پلاگین ویری برای سیستم من نصب شده، کرکش رو هم انجام دادیم و به راحتی روی نرم افزار اسکچاپ شما باز میشه.